به نام یزدان بخشنده و مهربان، سلام به شما هموطن عزیزم، عاشقان فوتبال در سرزمینم ایران. النصر اخدود هفته 14 لیگ حرفه‌ای عربستان پیش روی شماست و من اختصاصی این بازی رو برات گزارش خواهم کرد از اول پارک ریاض. تدارک میبینه و حالا تالیسکا پاس میده، عبدالرحمن غریب، تالیسکا رو محکم به بیرون میفرسته تا بازی. حالا عمق دفاع اخدود، چرخش تالیسکا، خود اندرسون، موقعیت هست، غریب، کریستیانو توپی که بیرون میره. یه بار دیگه موقعیت برای این نفوذ، سامی النجعی، غنام، ارسال او و کورنر با تلاش پائولو ویتور. سامی النجعی، پاس زمینی او که توپش رو پائولو ویتور میگیره. دوباره فوفاناست که بازی سازی رو ادامه میده. اوتاویو، سانتر، یک کنترل عالی، فرصت برای النصر و گل اول. سامی النجعی، کار خوب سلطان غنام. در گلزنی ها باز میشه تو شبی که ریاض زرد و آبیه به رنگ النصر. سامی النجعی، سازنده گل سلطان غنام، پاس بی‌نظیر اوتاویو، این کنترل، این کاتبک و این بغل پایی که مدرسه ای زد، ساده فوتبال کرد و تیمو به گل اول بازی رسوند. اما هنوز مهر تو آسمون کامل نشده. پاس بی‌نظیر تالیسکا، خروج ناموفق پائولو ویتور، عبدالرحمن غریب، کاتبک او و این ضربه و کورنر. نجعی میخواست دبل کنه. غریب 40 دقیقه انتظار، سانتر، توپ وا ویلا از این ضربه دیدنی اندرسون. تالیسکا سانتر، توپ این بار بلندتر به دهانه دروازه، یه دفعه ناقص و توپی از این جناح بیرون میره و باز هم کورنر برای النصر. مجید السلیحیم و حالا این توپ برای کریستیانو، توپش به بیرون میره. یه سانتر بلند و توپی که بیرون میره مستقیما. راغب نجار، النصر 1-0 داره اخدود رو میبره فعلا. پاس بلند، فرار کریستیانو، پشت مدافعین و این ضربه، خدای من دروازه رو باز کرد ولی آفساید. توپ رو حفظ میکنه کریستیانو، پشت محوطه جریمه، 1-2 بروزوویچ، کریستیانو و مهاری که انجام میده روی این صحنه پائولو ویتور. تلس، سانتر تلس، پشت ویتور، کریستیانو، گل خالی، کریستیانو دروازه رو باز میکنه. در بسته رو هم باز کرد کریستیانو رونالدو. منچستر هم خدا کنه به اوج برگرده، اما این منچستری هنوزم تو اوج در 38 سالگیش. وا ویلا از ضربه آخر. کریستیانو اخبار دنیا رو بی خیال، من فقط حال خوب و بد تو رو پیگیرم. عشق جان من، نقش تو در چشم ما هر روز خوشتر میشه. یه فشار دیگه از النصر، خروج گلر ویتور، تکل او و حالا کریستیانو، خدای من گل، سوپر گل محشر کریستیانو رونالدو. عشق تعبیر قشنگیست از تو برایم، تو که باشی آرامم. نابغه دنیای فوتبال، این خروج ویتور، کنترل، بردش تو ارتفاع، همه رو درگیرش کرد، آوردش رو زمین رو به لرزه در آورد. کریستیانو رونالدو، تو مثل خون تو بدنمون جریان داری، نمیتونیم بیرونت کنیم. بدون تو انگار زنده نیستیم. تو رفتی تو عمق جون و وجودمون، اصلا تو مثل آدمای اطرافمون نیستی. الحق خوش و عشقی که عنوانش تو باشی، کریستیانو رونالدو. کاشته رو ببینی، توپ زده میشه و اون رو میگیره روی صحنه راغب نجار و این شوت از راه دور، توپی که از روی دروازه بیرون میره، کورنر و تو این لحظه سوت پایان تمام. النصر 3 اخدود 0.
کریستیانو رونالدو امشب درخشید با 2 گل، با گل‌های تماشایی به پاولو ویتور گلر برزیلی اخدود. CR7 در لیگ عربستان 15 گله شد، در سال 2023 48 گله. CR7 سر حال این بازی رو به پایان میبره و آماده میشه برای لیگ قهرمانان آسیا و جولان در اول پارک ریاض به وقت دوشنبه شب. باید دید نمایش پرسپولیس، افتخار فوتبال ایران در برابر النصر در این استادیوم چگونه خواهد بود. امیدوارم از تماشای گزارش امشب من لذت برده باشید. مثل همیشه در پناه نور و عشق الهی باشید و باشه کریستیانو دوست داشتنی. وقت بخیر و خدا نگهدار.